کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. سال 1992 ماه نوامبر رضوان صادیروف رهبری سرفرماندهی همون گروه تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی که اون وقت تعیین شده بود در غرم همه همین فراری هایی که سلاح به دستانی که از پنج بودن، از قمسنگیر بودن، از قرغنتیپه بودن، از اورژینکیزآباد بودن، از شهر بودن، عقب نشینی کرده بودن، همه اونها را جمع کرده در ناحیه غرم یک مجلس گذاران. در این مجلس 3-4 نفر رئیس پالکام های ناحیه غرم و تاجیک‌آباد و جرگتال و خب کمسمال‌آباد اشتراک داشتند، رئیس های جماعت ها، خب دیرکتوری سوخازها و دامله های همون قشلاق ها تقریبا یکان 60-80 نفر اشتراک کردند در اون مجلس و در اونجا 3 نفر را چیکارن کاندیدات موندن که همین را رهبری همین علمای دینی همین وادی قراتگین تعیین کرده شود. در اونجا مردم، چون که من در میدان شهیدان که چند مرتبه صحبت کرده بودم، بنابر همین گفتن که همین رستم سعدالدین رهبریت همین رو به عهده بگیرد، رهبریت اموری کارهای دینی شد. خب وظیفه ما از چه عبارت بود؟ همین که تمام دامله های دهه ها را باید جمع کنیم و آنها را دعوت کنیم که از مردم خوراکه جمع کنند. در اونجا رضوان صادیروف جمع شد و بعد اعلان کرد که خب ما باید که از همین کبوجرا، یعنی که همون نزدیکی کمسمال‌آباد، سر راه هجوم نیروهای دولتی را باید بگیریم. از هر یک قشلاق باید مجاهدین، یعنی که باید که مردم بچه ها شو بتیان و باز خوراکه و پوشاکه برای مردم این آدمای من، یعنی که عسکرای من بتیان گفت و مرا مسئولی، یعنی که رهبری همین روحانیای همین حرکتی جهادی اعلان کرد و خودش سرفرماندهی سلاح به دستانی حزب نهضت اسلامی رهبر تعیین کرد که من از طرف سید عبدالله نوری از افغانستان نامه آمده گیه، نامه را هم نشان داد که مرا رهبر تعیین کرده. ما باید که همینجا بخپیم، همینجا مثلا چکنیم، نیروها و قواها از افغانستان میآیند و ما یاردم میکنند و ما یعنی که دولتی را به قفا عقب میگردانیم، دیگه هجوم سر میکنیم.